پس از اعلان حکم سابق رئیس شهر کویلاب بهرام عنایت‌زاده به روزنامه‌نگاران گفت که در تاجیکستان عدالت وجود ندارد. دادگاه منطقه کویلاب در جلسه روز 20 نوامبر منصبدار سابق را به 12 سال زندان محکوم کرد. او برای سوء استفاده از منصب و دیگر جنایت‌ها گناهکار دانسته شد. بهرام عنایت‌زاده در سخن آخرین خود گفت در تاجیکستان مرافعه عادلانه وجود ندارد. همزمان همسر سابق رئیس شهر کویلاب دلارام سمیوه به خبرنگاران گفت که با حکم راضی نیست. Çünkü hükümü beadalatona şud. Sud yakını mo rafsos, lekin yakını mo ba hamin gardan şoma mondagi aybi tasdiqi xudosh nayoft. Albatta shikoyat mebarim. Çünkü in beadalatona qoqsud shud. یادرس میکنیم که بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون سال جاری از جانب مقامات امنیتی بازداشت شده بود بر اساس 6 ماده کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، رشوه‌ستانی، تصرف اموال و غیر قانونی تقسیم کردن زمین ایبدار دانسته می شود. قبلا عنایت‌زاده به حیث رئیس شهر استرافشان ادای وظیفه میکرد و عضو مجلس ملی جمهوری تاجیکستان بود. ماه می سال گذشته به منصب رئیس شهر کویلاب تعیین شده بود. یک صبور 4 میلیون سومون زیادتر از انداز قرارداد است. یگان ذره پول نمیتیم. نام او در وسایط اخباری عامه ماه فوریه سال روان زود پیدا شد وقتی که او صاحبان شرکت کامل 2010 را که به پسر بیگ صبور راهبر خدمات علاقه حکومت و قضای پرزیدنت تعلق دارد زیر تنقید قرار داده است. Мощно связан бизнес. Удовлетворенный конкретный бизнес.